اونجا بشینین که با خود دستمی خراب میکنه. تشریف بفرمایید. با نام خداوند بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خیلی که ما میدونیم یوسف گمگشته برادر ما و شما شراف‌الدین گدایف طبق گزارش سایت اخبار دیروز ما همگان میدونیم که از تاجیکستان، از فرودگاه تاجیکستان با شرکت هواپیمایی سامان ایر شراف‌الدین گدایف را به اروپا گسیل کردند و در صحیفه های مجازی مقامات هم دیده شد که از طریق کامراهای فرودگاه چگونه شراف‌الدین گدایف را گسیل میکردند. الان ما یک گزارش کوتاه از فرودگاه به سمع شما میرسانیم. اگر کارگردان آماده باشند روی خط بیارن. خب در روی اکران علیشیر عبدالرحمانوف هستند، اجرا کننده وظیفه رشد اصلاحات و اقتصاد تاجیکستان. علیشیر عبدالرحمان، برادر عزیز علیشیر جان، صدای ما را دارین؟ بله بله. خب سلامت باشین. خب میخواستیم از شما با چند سوال به شما مراجعت کنیم و شما یک به ما معلومات میدادید که الان شما در فرودگاه بین المللی فرانکفورت هستید، درست است؟ بله بله، واقعا ما در فرودگاه فرانکفورت آلمان قرار داریم. بله ما همینجا هستیم. خب میگفتید که یگان خبری هست از آمدن شراف‌الدین گدایف. سلام علیکم، درود هموطنان عزیز. واقعا ما شاهد اون شدیم که بله واقعا شراف‌الدین گدایف با همین ریسی که از دوشنبه پرواز کرد واقعا در همین ریس بود. ما خود شاهد اون شدیم که از پاساژیرایی که واقعا همون ریس قدی داخل شدن ما از هر یک طرف پرسان شدیم. بله گفتن همین شخص بود در ریس، ما شاهد بودیم. خب شما از کیا پرسان شدین؟ از برادران همین تاجیک اینجا بسیار برآمدن. بعد ما پیشتر از پلیس همین فرودگاه فرانکفورت پرسون هم شدیم و یا واقعا همه با همین قضیه با خبر بودن. گفتم بله همین خیلی شخص هست در چیز. ولی شراف‌الدین وقتی سامالیو با فرودگاه وارد می شود، یکم شده پلیس در تگ همون فرودگاه از تگ ترپ در اومده شراف‌الدین گدایف هم میگیرند و او را به هلند
با هلند روان میکنم. یعنی شما ایشان رو ندیدید با چشم؟ نه ایشان رو ندیدیم. و به شما کارمندان فرودگاه گفتن که گادویف با یک چند پلیس به طرف هلند گسیل کردن، یعنی ترانزیت بودن؟ بله واقعا اینا گفتن که شرافالدین گادویف رو مخصوص همون کارگرای پلیسی هم از همین فرودگاه فرانکفورت با دستی با ترانزیت وای با هلند روان میکنن. با همین سبب وای با بیرون نبرآوردن. ما تا آخر همین مسافرایی که بر اومدن پرسون هم شدیم، گفتن که بله یک از واقعا بود با ما در سامالیوت، ولی وقتی فرودگاه وارد شدیم و یکم شده پلیس بر اومده شرافالدین رو از همون سامالیوت گرفته با خود بردن و ما صبح هم پرسون شده بودیم و ترانزیت با هلند روان میکنم. آن مسافران تاجیک بودن؟ از آنهایی که شما پرسیدید؟ بله همشون مسافرای تاجیک بودن. همه ما از یک تشنی از بگیم قریب از همش پرسون شدیم، همش تصدیق کردن که بله شرافالدین گادویف در همین ریز با ما بود و تو همین فرانکفورت با ما در پرواز بود. تا به حال شرافالدین به شما زنگ نزدن و خبری هم ندارید که به نزدیکان زنگ زده باشن یا نه؟ نه باز ما تا حال در همین جایم منتظریم که یکی با یکون چیزا میبینیم بر اومد یکون ریسی که ترانزیت میشود به طرف هلند، هم منتظر همون هم هستیم. حالا ندیدیم و یکون نفری با ما نگفت که صحبت کرده باشه خیلی شرافالدین. سلامت باشید. هموطنان عزیز، این بود یک گزارش کوتاه از فرودگاه بین المللی فرانکفورت و همصحبت ما بود اجرا کننده وظیفه رشد اصلاحات و اقتصاد تاجیکستان علیشیر عبداللهیف. خب امیدواریم که شرافالدین به هلند میرسد و انشاءالله به آینه نیلگون میبراید و انشاءالله که صدای ایشان را میشنویم. این بود دیگه گزارش کوتاه ما دوستان عزیز. با امید دیدار، خداوند یکی همه ما و شما را نگهبان باشد تا برنامه بعدی.